سیوم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیس فوند سعودی رشد سلطان عبدالرحمن المرشد ملاقات نمودند. در ملاقات مسائل همکاری جمهوری تاجیکستان با فوند مذکور بررسی شد. توصیه همکاری تاجیکستان و فوند سعودی رشد برای مبلغ‌گذاری لایحه‌های مهم ساحه‌های معارف، نقلیات، تندرستی، گیدروانرژتیکا و اداره‌کنی آب از موضوعهای مهم ملاقات بود. در رابطه بین بر راهبریت پادشاهی عربستان سعودی و فوند سعودی رشد برای اقدام جدا نموده 100 میلیون دلار آمریکایی برای تطبیق لایحه‌های نیروگاه برقی آبی روغن و 30 میلیون دلار آمریکایی برای عملی سازی لایحه ساختمان راه حلقوی شهر کلوب ارزی سپاس و قدردانی کرده شد. جلب وسیع فوند و مبلغ‌گذاری لایحه اجتماعی اقتصادی کشور ما موافق مقصد دانسته شد. اظهار اطمینان کرده شد که در دایره همکاری سودمند جهت رشد و توسعه مناسبت‌ها از دیگر امکانیت‌های موجوده استفاده کرده می شود. شرفیاب از آنم که امروز با محترم جناب عالی امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستانی با ما برادر ملاقاتی پرثمر داشتیم. فوند سعودی رشد تقریبا 10 سال است که با تاجیکستان همکاری سودمند را به راه مانده است. امروز ما سازشنامه را به امضا خواهیم رساند که برای مبلغ گذاری لایحه ساختمان راه تواروی شهر کلوب می باشد. در مرحله پنجم زیاده از 11 مکتب را در بر می گیرد و حجم عمومی بینای مکتب ها 59 میلیون دلار می باشد و این مرحله پنجمی همکاری بین فوند ما و جمهوری تاجیکستان می باشد. ما خوشحالیم که با جمهوری تاجیکستان همکاری سودمند با هم داریم و اینچنین در ملاقات محترم جناب عالی پیشنهادهایی که کردند ما حتما در فوند این را به خوبی قبول خواهیم کرد و می آموزیم و در آینده همکاری خواهیم کرد. به جمهوری تاجیکستان و مردم عزیز آن آرزوی شکوفایی و پیشروی را دارم.